با درود بر شما دوستان عزیز، قسمتی دیگری از کتاب زمان انتخاب نوشته شاهنشاه رضا پهلوی رو براتون میخونم. سوال: اما آیا دلبستگی بیشتری به اسرائیل دارید که توانسته در گوشه‌ای از همان بیابان‌های کشورهای همسایه طی 60 سال گذشته کشوری دموکراتیک و مرفه بسازد؟ جواب شاهنشاه: نتیجه کار مردم اسرائیل طی 60 سال قابل تحسین است و حیف است که کل منطقه ما نتواند از این سرمشق بهره ببرد. موفقیت اسرائیل مبتنی بر نبوغ یهودیان است. در کل جهان و بسیار پیش از تأسیس دولت اسرائیل، یهودیان در عرصه‌های مختلف علوم، فلسفه، معماری و هنر ادای سهم کردند و این همه مایه افتخار یهودیان است که مورد احترام و ستایش من هم هست. اما این هیچ ربطی به مسئله فلسطین ندارد و ستایش اسرائیل نباید از انتقاد به بی‌عدالتی‌هایی که این کشور مرتکب می‌شود ممانعت کند. برخی همانند احمدی نژاد و افراطیون جهان عرب نیت و انگیزه‌های ضد یهودی دارند، اما بسیاری از کسانی که به اسرائیل انتقاد می‌کنند، از جمله برخی از خود یهودیان، این کار را شرافتمندانه و صادقانه انجام می‌دهند و مایل به همزیستی میان دو دولت هستند. سوال: آیا به عنوان یک مسلمان هرگز از این موضوع ناراحت نشدید که یک دولت یهودی در سرزمین فلسطین مستقر است؟ برای من این مسئله سیاسی نه مذهبی، یعنی مسئله است مربوط به صلحی عادلانه که میبایست از میان احترام و شناسایی متقابل میان دو دولت برخیزد. شکی نیست که در این سرزمین دولتی یهودی میتواند وجود داشته باشد، اما باید یک دولت فلسطینی نیز در این همین خاک موجودیت یابد. سوال: آیا پدر شما به رسمیت شناسی عملی اسرائیل در سال 1948 درست عمل کرد؟ آیا او باید فراتر از این میرفت و رسما اسرائیل را به رسمیت میشناخت، یا او مرتکب اشتباه شد به این معنا که اقدامش او را از جهان عرب و مسلمان که در آن وقت بسیار مخالف تأسیس دولت اسرائیل بودند جدا کرد؟ جواب شاهنشاه: از نظر تاریخی پیوند نزدیکی میان ایرانیان و یهودیان وجود دارد. فراموش نکنیم که کوروش کبیر با ورود به بابل یهودیان را از اسارت آزاد کرد و در ساختن معبد اورشلیم به آنان یاری رسانید. یهودیان همواره آزاده در ایران زندگی کردند. آنان جزئی از جامعه بودند که بر کرسی مجلس نشستند یا به مدیریت ارشد جامعه رسیدند و به سختی بتوان تصور کرد که ایران در سال 1948 با استقلال و آزادی مردم یهودی که همان تأسیس دولت اسرائیل باشد مخالفت کند. تصور می کنم که اگر به رسمیت شناختن اسرائیل حقیقتاً مردم عادی ایران را با حد زده می کند و می کرد، آنان بلافاصله در خیابانها از خود واکنش نشان می دادند. باری به استثناء گروه‌های افراطی از چنین واکنشی خبری نبود. یک ایران دموکراتیک هیچ رفتار خصمانه و منفی در قبال اسرائیل نخواهد داشت. تصور چنین رفتاری را هم نمیتوانم کنم. چنین ایرانی تا تأسیس یک دولت فلسطینی که در صلح در کنار اسرائیل زندگی خواهد کرد به تلاش خود ادامه خواهد داد. هنگامی که این خشونت متقابل را میبینیم، وقتی فریادها و مویه پدر و مادری را که در سوگ دختر و پسرشان میشنویم که به صبح برای رفتن به مدرسه و یا کار از خانه خارج شدند از خود میپرسیم آیا این دو ملت در پی صلح و زندگی آرام و همزیستی تقریبا برادرانه با یکدیگر نیستند؟ آیا در این منطقه ابراهیمی که همگی فرزندان یک خدا هستیم ممکن است که انسان معمولی حال می‌خواهد اسرائیلی باشد یا فلسطینی چیزی جز یک زندگی آرام بخواهد؟ کتاب زمان انتخاب نوشته شاهنشاه رضا پهلوی. زنده باد شاهنشاه رضا پهلوی، امید ایران. زنده باد شاهنشاه رضا پهلوی، منجی ایران. پاینده باد ایران، پاینده باد شما ایرانیان و تا ابد جاوید شاه، جاوید شاه، جاوید شاه.